بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی روبل روسیه را برای معامله‌های مالیوی روز دوشنبه 11 اپریل در حد برای پول روسیه رکوردی 171 سومونی و 50 درم برای 1000 روبل مقرر کرده است. روز پنجشنبه 7 اپریل هفته گذشته قرب رسمی 1000 روبل 150 سومونی و 60 درم و روز جمعه 8 اپریل 163 سومونی و 40 درم را تشکیل میداد. به این ترتیب تنها از 7 اپریل به این طرف قرب روبل نسبت به سومونی به اندازه 14% یا 21 سومونی برای 1000 روبل بالا رفته است و اما بانک ملی قرب دلار و یورو را در این روزها به تغییر 12 سومونی و 50 درم برای 1 دلار و 13 سومونی و 57 از 75 درم برای 1 یورو مقرر کرده است. و اما در بانک های تاجیکستان طوری از سامانه های رسمیشان برمی آید قرب روبل فعلا خیلی پایینتر از قرب رسمی است که بانک ملی مقرر کرده است. اوریون بانک برای 1000 روبل همگی 140 سومونی، بانک اسخات 146 سومونی و تشکیلات خرد دپوزیتی همو 156 از 6 سومونی پیشنهاد میکند. امانت بانک از شرکت ها 1000 روبل را با قرب 160 سومونی میخرد ولی می نویسد که شهروندان می توانند 1000 روبل را با قرب رسمی 171 سومونی و 50 درم عوض کنند. قرب روبل بعد 24 فوریه یعنی بعد شروع جنگ روسیه با اوکراین در برابر اسعار دیگر به شدت پایین رفت و حتی تا به حد 80-90 سومونی برای 1000 روبل پایین آمد. قرب دلار برعکس یک مدت حتی تا به 150 روبل رسید ولی سر از نیمه دوم ماه مارت به ویژه بعد طلب پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد با روبل فروختن گاز قرب روبل رو به بالا آورد. بالاروی قرب روبل در برابر سومونی یک فرصت خوب برای مهاجران تاجیک است تا پسندازهای روبلی خود را عوض کنند. در روزهایی که قرب روبل خیلی پایین رفته بود دل بسیاری از مهاجران تاجیک و خانواده های آنها نمیشد که پولهای با عذاب جمع آورده خود را با قرب پست عوض کنند. سال گذشته از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. پولهای فرستاده مهاجران کره از روسیه یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده های تاجیک و یک چرخه پیشبری عربه اقتصادی تاجیکستان دانسته می شود.